سلام و درود، وقتتون بخیر باشه. امروز جلسه چهارم از مجموعه آموزش‌های اسکچاپ رو در خدمتتون هستیم. توی این جلسه قرار ابزارهای ویرایشی رو با هم دیگه کار بکنیم. اولین ابزار ویرایشی که قراره یاد بگیریم ابزار موو هست. با من همراه باشید. خب بچه‌ها، ابزار موو اولین ابزار ویرایشی است که قراره با هم دیگه یاد بگیریم. همونطور که میدونی در جلسه گذشته، دو جلسه قبل، ما ابزارهای ترسیمی که در نرم افزار اسکچاپ قرار داشت که شامل این ابزارهایی بود که اینجا بود رو با هم دیگه یاد گرفتیم و امروز قراره که بیایم سراغ ابزارهای ویرایشی. بچه‌ها، ابزارهای ویرایشی توی این قسمت قرار داره و امروز اولین ابزار موو رو با هم دیگه یاد میگیریم. ابزار موو ابزاریه که علاوه بر موو کردن میتونیم باهاش کارهای دیگه هم انجام بدیم که حالا با هم دیگه آشنا میشیم. خب من برای اینکه بتونم کارم رو شروع بکنم اجازه بدید این رو پاک بکنم و میام یک شی رو داخل اسکچاپ هم ترسیم میکنم. به عنوان مثال یک مستطیل، یک مربع ساده رو ترسیم میکنم. میخوایم از ابزار موو استفاده بکنیم. ابزار موو کاربردش چیه؟ جابجا میکنه دیگه، درسته؟ ما با استفاده از ابزار موو میتونیم اشیا رو داخل صفحمون جابجا بکنیم. حالا روش کار به چه صورته؟ روش کار به این صورته که ما بعد از اینکه شیء مورد نظرمون رو بچه‌ها انتخاب کردیم، ابزار موو رو انتخاب میکنیم، از روی یک نقطه به عنوان مبنا کلیک میکنیم و بعد شروع میکنیم حرکت دادن موس. در هر راستایی که من بخوام میتونم اون شیئی رو که انتخاب کردم جابجا بکنم، در راستای محور X، در راستای محور Y و یا در راستای محور Z میتونم اینها رو جابجا بکنم. مثل ابزارهای قبل، لاین، رکتانگل و سایر ابزارهایی که طی جلسات قبل رو هم یاد گرفتیم، با فشار دادن اروکی ها ما میتونیم این جابجایی رو در یکی از این محورها همونطور که میبینید قفل بکنیم. بچه ها این دیگه دست خود ماست. توی هر محور اگر خواستیم فقط توی این محور جابجا بشه و توی محور Z و یا Y جابجا نشه، با استفاده از این اروکی ها ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. حالا علاوه بر اروکی ها، شیفت هم بچه ها این کار رو انجام میده. یعنی به عنوان مثال من فقط میخوام در این راستا جابجا بشه و دیگه خیالم راحت باشه که بالا و پایین نمیره. وقتی که من موس رو حرکت میدم، اگر شیفت کیبورد رو فشار بدم و دستم رو روی دکمه شیفت نگه دارم، با حرکت موس میبینید که جابجایی من صرفاً در همین محور قفل شده و هر چقدر موس رو در جهت‌های دیگه بالا، پایین، چپ و راست حرکت میدم، امکان جابجایی برای من در سایر محورها فراهم نیست. ولی اگر دستم از روی شیفت بردارم میبینید که آزاد شد و میتونم این کار رو انجام بدم. خب پس نقطه اول رو کلیک کردم، شروع میکنم به حرکت دادن موس و در هر جایی که خواستم میتونم نقطه دوم کلیک بکنم و اون جسمی رو که انتخاب کرده بودم جابجا بکنم. حالا دقیقا همانند ترسیم خط ما میتونیم برای جابجایی عدد هم بدیم. یعنی به عنوان مثال میخوام مربع من 5 متر از اینجا جابجا بشه، انتخاب میکنم. قبل از اینکه نقطه دوم رو کلیک بکنم عدد 5 رو میزنم و اینتر رو میزنم. الان مربعی که ترسیم کرده بودم از این نقطه 5 متر بچه‌ها جابجا شد و توی این نقطه قرار گرفت. خب این ساده ترین کاریه که ما میتونیم با استفاده از نرم و با استفاده از ابزار موو انجام بدیم. حالا بیایم سراغ ویژگی دومی ابزار موو. ببینید بچه‌ها، ما زمانی که داریم جسمی رو جابجا میکنیم، اگر قبل از کلیک دوم بیام گزینه کنترل کیبورد رو بزنم، به جای عمل موو عمل کپی انجام میشه. یعنی من الان ببینید بچه‌ها روی این نقطه کلیک کردم، موس رو حرکت میدم و میام کنترل کیبورد رو میزنم. ببینید بچه‌ها یک کپی از جسمی که من
انتخاب کرده بودم ساخته شد. پس دیگه با فشار دادن دکمه کنترل عملیات موو انجام نمیشه و عملیات موو تبدیل میشه به عملیات کپی. حالا من از جسمی که انتخاب کرده بودم یک کپی دارم و میتونم هر جایی خواستم اون کپی جدید رو قرار بدم به این صورت. حالا به عنوان مثال میتونم بیام و هر دوی این جسم ها رو انتخاب بکنم، انتخابشون بکنم، ابزار موو رو انتخاب بکنم، از این نقطه بگم جابجا شو، ولی کنترلم میزنم 2 مرتبه، از این یک کپی تهیه میشه. خب این نکته ای بود که در دل ابزار موو نهفته بود. حالا پس عملا ما توی نرم افزار اسکچاپ وقتی بخوایم جسمی رو کپی بکنیم باید از ابزار موو استفاده بکنیم. نکته بعدی که خیلی مهمه این هست که ببینید بچه‌ها، ما زمانی که داریم کپی انجام میدیم، من به عنوان مثال میام این دو تا شی رو انتخاب میکنم و میام از اینجا یک کپی میخوام بگیرم. میخوام فاصله این کپی من فاصله ها با هم برابر باشه. از این نقطه انتخاب میکنم، شروع میکنم موو کردن، ولی کنترل رو میزنم کپی ساخته بشه و روی این نقطه دومم کلیک میکنم. الان این فاصله و این فاصله برابر شد. حالا بعد از اینکه عملیات کپی انجام شد، قبل از اینکه کار دیگه ای انجام بدم، اگر بیام توی کیبورد و بزنم ستاره یعنی همون ضرب در ستاره به عنوان مثال 5، ببینید توی این قسمت هم داره به شما نشون میده و دکمه اینتر رو بزنم چه اتفاقی میفته. حالا من یه بار دیگه انجام میدم، ستاره 5 اینتر. ببینید بچه ها، اتفاقی که افتاد از این کپی که من ساخته بودم به جای یکی 5 کپی ساخت. پس این هم جزء یکی از تکنیک های پرکاربردیه که ما میتونیم توی نرم افزار اسکچاپ ازش خیلی استفاده های زیادی بکنیم. پس یه بار دیگه میایم با هم دیگه بچه ها کار بکنیم. من میام یه شیئی رو میسازم، یک جسمی رو میسازم، به عنوان مثال این رو من میسازم. حالا میتونیم یک کمی هم به شیءمون بیشتر ازلا بدیم. این چیزیه که فرض کنید من ترسیم کردم، میخوام از این 4 کپی داخل صفحه داشته باشم. کپی چی بود؟ همون ابزار موو بود که ما دکمه کیبورد، دکمه کنترل کیبورد رو میزنیم. من میام اینو انتخاب میکنم، ابزار موو رو انتخاب میکنم، از اینجا کلیک میکنم، میام قبل از اینکه کلیک دوم بزنم کنترل رو میزنم. خب الان کپی من ساخته شد، ولی بچه‌ها این یک کپیه، من 4 تا میخوام، موردی نداره. هر جایی نیاز داری کلیک بکن که فاصله ها مشخص باشه. حالا بزن ضرب در 4 اینتر. همونطور که میبینید 4 تا کپی از این ساخته شد. این جسم اصلی من، جسم دوم، سوم و چهارم. 4 کپی از جسمی که انتخاب کرده بودم با فواصل یکسان برای من ترسیم شد. این هم نکته بعدی بود که در ابزار موو نهفته بود. حالا بیام سراغ گزینه بعدی، یعنی نکته بعدی. ببینید بچه‌ها، زمانی که فرض کنید من یک مربع بزرگ دارم، یک مربع کوچیک هم ترسیم میکنم. خب میام این مربع کوچیک رو انتخاب میکنم و میبرم توی دل این مربع بزرگ. خب الان موو شد داخل اینجا و دقیقا روی این صفحه قرار گرفت. من اینو جابجا میتونم داخل اینجا بکنم. حالا من اگر بخوام این مربع بزرگ، این مربع کوچیک رو که الان داخل این صفحه قرار گرفته بالا و یا پایین ببرم، انتخاب میکنم که بیارمش بالا. زاویه دیدم من، ببینید بچه ها، تغییر میدم که بیارم بالا، ولی همونطور که میبینید به هیچ عنوان این به سمت بالا نمیاد، چون توی این صفحه قرار گرفته. دیگه صفحه اصلی خودش رو این صفحه میدونه و دیگه به سمت بالا و یا پایین نمیتونم اون را جابجا بکنم. خب حالا بعد چیکار کنم؟ راهکارمون چیه؟ خود نرم افزار اومده یک به اصطلاح 2 راهکار برای ما گذاشته. راهکار اول که با اون آشنا هستید، 2 مرتبه استفاده از ارو کی هایی هست که داخل کیبورد وجود داره. من اگر بیام
جسمم رو انتخاب کنم، ابزار موو رو هم بزنم و اروکی رو بزنم. ببینید بچه ها یکی از اروکی ها رو من زدم. الان دیگه من میتونم جسمم رو شروع بکنم به جابجا کردن داخل محور زد و همینطور که میبینید بالا پایینش میکنم. حالا من این رو جابجا کردم بالا، ولی همونطور که میبینید کلا دفرمه شد شکلم، یعنی اضلاع به هم دیگه وصل شد و یک فرم جدید شکل گرفت. این رو فعلا کاری باهاش نداریم. طی جلسات آینده که وارد مبحث حجم سازی میشیم اینها رو مفصل توضیح میدم. صرفا توی این جلسه میخواستم این نکته رو یاد بگیرید که آقا اگر من بخوام این رو که داخل این صفحه قرار داره جابجا بکنم به سمت بالا و یا پایین، امکان پذیر نیست. برای اینکه ببرم بالا و یا پایین بیارم میتونم از یکی از اروکی ها استفاده بکنم و محور جابجایی این رو از حالت خوابیده به حالت عمود در بیارم و عمل جابجاییم رو انجام بدم. حالا اینکه بعد از این چه اتفاق میفته باشه برای جلسات آینده. ببینید بچه ها، پس من یک بار دیگه اروکی رو میزنم و اینو میتونم در راستای محور زد به سمت بالا و یا پایین هر جایی که خواستم این رو حرکت بدم و الان تقریبا یک حجم ما اینجا داریم. خب این راهکار اول بود. راهکار دوم چیه؟ میتونیم به جای اروکی ها از گزینه آلت کیبورد هم استفاده کنیم. یعنی من انتخابش بکنم، بیام دکمه آلت کیبورد رو میزنم و شروع میکنم جابجایی. ببینید بچه ها با استفاده از آلت هم من میتونم این رو در راستای محورهای مخالف جابجا بکنم. پس این هم نکته‌ای بود که داخل نرم افزار وجود داشت. یک نکته کوچیک دیگه هم مونده که اون رو هم بگم خدمتتون. ببینید بچه ها، ما گفتیم زمانی که ما میایم یک جسمی رو کپی میکنیم، به اصطلاح موو میکنیم و دکمه کنترل رو میزنیم، عملیات کپی انجام میشه و وقتی ضرب در رو فشار میدیم و یک عددی رو تایپ میکنیم به اون تعداد برای ما کپی ساخته میشه. درسته؟ حالا به عنوان من این رو پاک میکنم و مجدد این رو با هم دیگه تستش بکنیم. من یک خط ترسیم میکنم، خط رو انتخاب میکنم، ابزار موو و شروع میکنم جابجایی. قبل از اون کنترل رو میزنم، میگم فاصله بین کپی ها میخوام به عنوان مثال 2 متر باشه، میارمش روی 2 متر، 2 اینتر و بعد ضرب در 5 رو میزنم که از این 5 تا کپی واسه من ساخته بشه. الان فاصله هر کدوم از اینا 2 متر و تعداد 5 کپی هم دارم. ولی حالا نکته بعدی که اون رو هم جالبه که بدونید اینه که به عنوان مثال اگر من بیام این خط رو انتخاب بکنم، مووش بکنم و دکمه کیبورد دکمه کنترل رو بزنم و بیارمش به عنوان مثال توی یک این قسمت قرار بدم. حالا این بار اگر بیام روی کیبورد دکمه تقسیم که به صورت یک خط شکسته روی کیبوردتون بغل دکمه ستاره هست، اون رو بچه ها اگر فشار بدم و یک عددی رو تایپ بکنم، مثلا عدد 5 رو میزنم، شما این قسمت هم میتونید ببینید و اینتر رو بزنم چه اتفاقی میفته. من یک بار دیگه انجام بدم. ببینید بچه ها، اتفاقی که افتاد این بود که دیگه اومد این فاصله‌ای که ما بین این دو تا خط کپی کردیم رو به 5 قسمت مساوی تقسیم کرد. پس همونجور که گفتم ابزار موو ابزاریه که توی خودش کارها و قابلیت‌های خیلی زیادی نهفته است، اما با استفاده از اونها میتونیم کارهای خیلی زیادی بکنیم. پس چی شد؟ یه بار دیگه من بچه‌ها خدمتتون توضیح میدم. من جسمم رو انتخاب میکنم، خطم رو میام یک کپی ازش تهیه میکنم، به عنوان مثال کپی رو میگم اینجا باشه و بعد تقسیم بر 8 میزنم و اینتر. ببینید بچه‌ها این فاصله ای که داشتم رو اومد به 8 قسمت مساوی تقسیم کرد. دو نکته‌ای که بچه‌ها بهتون گفتم در رابطه با کپی کردن که تقسیم میکنیم و یا ضرب در یک عددی میکنیم، کاری هست که به شدت کار ما رو در طی فرآیند مدل سازی راحت میکنه. مضاف بر این که خیلی ابزارهای قدرتمندی هست که در اختیار ما قرار گرفته. تقریبا تمام چیزهایی که در رابطه با ابزار موو بود رو با هم دیگه کار کردیم. طی جلسات آینده سایر ابزارهای قسمت ویرایشی اسکچاپ رو با هم دیگه کار خواهیم کرد. ممنون که با من بودید. تا جلسه آینده، خدا نگهدار.